مادرم حرفی بزن که تشنه لالاییم، من که جان میدم برایت همدم تنهاییم. من همیشه کودکم آغوش تو جای من است، من اگر خوبم دایت پشت دنیای من است. بوسه بر دستان گرمت میزنم شاه دلم، با حضورت خانه روشن میشود ماه دلم. هرچه میخواهد دلم پیش تو پیدا میشود، این همه خوبی چجوری در دلت جا میشود. مادر همه جان و تنم، شوق نفس کشیدنم، به موی تو قسم تویی دلیل زنده بودنم. مادر همه جان و تنم، شوق نفس کشیدنم، به موی تو قسم تویی دلیل زنده بودنم، دلیل زنده بودنم. السلام علیکم دوستان عزیز، بیننده ها و تماشابینان ما جماعت تبریکاتی شهنان. امروز در دهه آهلیک در خانواده شادروان استادی عزیز، معلم آموزگار با الف، برای تبریک کردن مادر عزیزی خاندان مریم خالا آمدیم که امروز تبریکات را از نام کلین پاشا فرهناز بانو، از نام روشنکه، از نام شهرزادکه، شیرالیکه، شیرازکه، دلیرکه و کلین ها میخواهیم این لحظه های خورسندی رو همراه شما با هم بینیم. ما آغاز کردیم، رفتیم. من همیشه کودکم آغوش تو جای من است، من اگر خوبم دایت پشت دنیای من. السلام علیکم مهمانان عزیز، میزبانان، همه شمایان را با امروزه خانواده شادروان استاد عزیزی ما داملا با الف خیر مقدم میگوییم. البته برای ما لازم هستند خاله جان عزیز، مادری مهربان خاندان مریم خالا با قرصکا با نظامت تکلیف میکنیم. مرحمت بیایید بشنو با نزدیکتر. زادروز مبارک باشد. مرحمت. مریم خالا زادروز مبارک باشد. روز تولد را مولود خودستان امروزه روز شکرانتان را مبارک باد میگوییم. 120 ساله شوید و بعد از آن پیر شوید و عهده گیرید پیری را. امروز شما را از نام جگربندانتان، از نام اهل عائله و از نام فرزندان عزیزتان تبریک میگوییم. مادر من، مهربان من، عزیز خاندان من امروز زادروز دارند و بسیار دوست می‌داریم، حرمت می‌کنیم. چی فکر می‌کنیم آدمی که ما دیگه باشه ما شما تبریک کنیم؟ کدومی آشا از نام هماشان، راستی از نام هماشان و از نام دختر کنجگیتان، از نام دختر کنجگی شما فرهناز بانو، از نام روشنکه، از نام شیرالیکه، از نام شهرزادکه، شیرالیکه، شهرزادکه، دلیرکه، کلین ها، نبیره ها شما را صدقاً تبریک میگویم. زادروزتان مبارک باشد. تا در آمد دختر شما، دختر کنجای خاندان شما را تبریک گوییم. مادر مهربان من، روزهای دشواری زندگی به سر من آمد، مادرم در مسافری بودند. همخیل انسان من با دویم مادر کرده دادگیش، پس شب و روز خدا با شکر میگویم. چون گفتم من تنها نگذاشتن، برای من مادری کردند و مادر هستند. من افتخار میکنم که کلین این خاندان هستم، افتخار میکنم از بودن چنین مادر. ما همین 4 اوسانها برایشان دختر هستیم و دختری کنجگی با شیرین‌تر میشده است. من از همه دوست می‌داشتگی شخصیتی من 5 کس حضور و همیشه در سر من سایبان باشند. گفتن که همون شعر را از نام من برای مادر من رساندگر بسیار هم زیباتر میشد. مادرم را با چشم من بینید.
سر و پا نور و صفاست، همگی مهر و وفاست. مادرم را با چشم من بینید، مادری من زیباست. مادرم را با چشم من بینید، جلوه نوری خداست. از برایم یک تاست. مادرم را با چشم من بینید، مادری من زیباست. برای خودم از نام فرزندان صدقاً تبریک میگویم و البته چقدر که با چشمای عشق امروز کریم پاشا فرهنازبانا گفتند که بسیار حرمت میکنم، دوست میدارم. خاک پایشان را سرمه چشم کنم میارزد. الها 120 ساله شوند. حضور و حلاوت مانه دیده ایستادن، فرزندان ما و سر و برش تا سایبان شده گردند. خدا رحمت کند پدر خاندان را، داملای عزیزی ما را، معلم با علیف را هیچ وقت خسته نباشند و در سر ما سایبان باشند. چون که ما از یک قنات جدا شدیم، دومین قنات ما فرشته که این سحر ما از آفتاب هم بر وقت میبینیم مادرمان هستند و در سر ما سایبان باشند. صد جان و دل فدای یک مدعای مادر، فتح و کشاگی شارد دستی دعای مادر. بشنید گر صدایم دنیای سخت گوشان، انگیزه شاید از ذره های مادر. گر شیرک سرودم از بود و از نبودم، در طینتم سرشته سوز و نوای مادر. آغاز آفرینیش در رحم اوست این رو، صد و داستان برآید از یک هجای مادر. مادر عزیز روزتان مبارک باشد. از همه فرزندان جگربندان کریم پاشاها که برای شما دختر هستند، از پشت همون 5 پهلوان شما 5 دختر و 5 کلیدی در جنت در خدمت شما هستند. برای خانه شما جنرال قینامه هستید. شما گفتم من برای همین همه کلیدها مادر هستید، مادر عروس نه، مادری مهربان هستید و همیشه باشید. زادروزتان مبارک باشد، سالگرد عمرتان مبارک باشد. همین دستگل زیبا از نام فرزندان میخواهیم برای شما تقدیم کنیم. زادروز مبارک، مرحبا. و باز صفحه نوبتی از نام روشن جان از نام فرهنازبانا و همه برایتان تقدیم میکنیم. مبارک باشد. و میخواستیم شیرینی را بونیم بعد از آن باشد سخنهای تبریکاتی را از همه مهمانان شنویم. مرحبا. С днем рождения, льются поздравления. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. Мне без разницы, приеду, потому что день особый на табло календаря. Хоть на Мазде, хоть на Порше, хоть на Жигули до Польши. Ничего не надо больше, просто быть возле тебя. Ничего не надо больше, просто быть возле тебя. С днем рождения, льются поздравления. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. С днем рождения, для тебя пою на сцене я. Ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. Я стихами не умею, я могу лишь по-простому, но от сердца пожелать счастья, радости, здоровья, дачу где-то в Подмосковье, чтобы на твоем столетии вновь могли позажигать, чтобы на твоем столетии все могли позажигать. С днем рождения, льются поздравления. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. С днем рождения, для тебя пою на сцене я. Ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. Да, ты с годами только лучше, в этом нет сомнения.
сегодня кайф и танцы без ограничения. С днем рождения, я тебя пою на сцене. Ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. С днем рождения, льются поздравления. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. С днем рождения, для тебя пою на сцене. Ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. Ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. بار دیگر روز را امروزه مولود خجسته را روز شکرانه را برایتان مبارکباد میگویم. مادر عزیز مریم خاله، اعضای فرزندان، اعضای شیرزادکه، شیرعلیکه، شیرازکه، دلیرکه، روشنکه، اعضای کلید پادشاه‌ها تن شما را تبریک میگویم. 2120 ساله شوید. اکنون باشد میخواستیم در این لحظه های خرسندی سخنهای تبریکاتی را شنویم از همه امروزه مهمانان. مریجایتی گفتن که در این خاندان کلاسکام شما بیاید یک تبریک کنیم. امروز روزی خرسندی است. مرحبا. جان مادرم من بر تو ایمان آورم، ای کاش باشی جاویدان، صاف و سلامت در سرم. السلام علیکم مهمانان و میزبانان گرامی. من از نام خودم، از نام اهل عائله کرام‌آباد، آقای مولا جان مهربانم، آقای مولا جان کراییم را با این روزی خرسندیشان یعنی لیچنی پرازنیک تبریک میگویم. از نام شهرزاد جان و زیباهایی که در راه دور هستند، از نام کرامت آیتی، از نام شهراز جان تبریک میگویم. الهی عمرتون دراز، رزقتون فراز، همه خوشی های عالم را برایتون تمنا دارم. الهی فقط حضور و حلاوت این بچیکاتون دیده گرده. در سایه شما همه این نوریکاتون کامل شوه. الهی هرچی نیت داره همش جامعه عمل باشد. از نام خدا ایمان تبریک میکنم. رحمت، تشکر. مرحبا. سلام علیکم مهمانان عزیز، خوش آمدید به درگاه شادروان دادر من. از نام خودم یگملان را تبریک نموده و یگملان امراض عمری دراز، رزق فراز آرزو مندم. چه نیت دارم همه نیتکاش برسن. الهی دستم هم موقع سلامت بردم. الهی همه وقت خواب باشد. رحمت. برای خاله؟ مرحبا. حاجیانه هر دویتان. هم یکاتون خوش آمده به درگاه جیانم. من یعنی پسر سرگرده بوده. کلینم یعنی فرزندم. کلینلو رو با این روزی سرگردشان تبریک نموده. کلینلو عمری دراز، رزق فراز، تمام خوشبختی های روی دنیا را تمنا همه خیلی خوشبختی های عالم را دیده گردن. اپشتی من فرزندکاشون، اپشتی نیوروهاشون، من خیلی کلینکای عزیزشون. خوش آمده. هم یکاتون نوری دیده تاجیسه. السلام علیکم همه یکاتون. هیچ وقت فرمان شد صبح سلامت گرده. جان تبریک میکنم در بدروی الهیم سر محمد صاحب سلامت کرده. هیچ وقت کسان نشده. همه وقت سلامت صاحب سلامت کرده. آنها جانی با زیبایی ما دادم کرم کرده. بیما کرم کرده. شما برایمان سب بدروی. Молодец.
بیمه نگون داده دوباره احمد سپت رویه رحمت هنی کلین پاشا ها یاناشون از یک اون کنی؟ همه کلین پاشا ها یکی هایشان در مسافرت هستند چون نفرشون در همینجا از خانها را میشنویم کلامی که حاضر همینجا با مرحمت سلام علیکم خوش آمده امیتاتون بیملا سربدروی وقتی همون با سام سلامت کرده همه نیتاتون برسه روی هیچ وقت خسال نشده سلام علیکم خوش آمده بیملا تبریک میکنم سربدروی همه وقتی ما بسیار سلامت کرده شاید سلی ناشته کرده السلام علیکم هموطن و امروز من بیمار و درجهشون کردیم هم از نامی ملاکم نو از نامی اگرون راهی درو بدگو هم ماموش من تبریک بیمار همه وقت سریمان با صاف سلامت کرده در دلتون چی نیتتون باشه چی دعاتون باشه همش برسه این سال همه ماتی درجه تر با حاجه آنها شدن نصیب کنه کلینا کتی رفتن نصیب کنه بادی بای امریکا بخدا برای مادر امروزشان البته یک سرود تیار کرده بودیم خدا خواهد خودشان خوانده میتین سال آینده و حاضر باشن زاد و روزتان مبارک باشد لیکی کلین گفتن سال آینده زیارتی خانه خود نصیب کند همه آتان یک جای رفتن در سری نمی فرزندان سایبان شده دنیا را ببینید و سری فرزندان سایبان باشد و از مسافرت تبریکات ها هست السلام علیکم هم یکاتون خوش آمده بیمار تبریک میکنم افسوس که امروز که شما با نیستین مهان اما وقت بد باشه در دو همه نبینه چه آرزو کتون باشه همش بخشتی از کتون رسیده کرده اونگاه که شما دراز کنن فقط روزکای فرسنده دیده رحمت شکر اکنون نوبت رو برعکس میدهیم یک جای میرقصیم خورسندی میکنیم بعد از آن باشد ما یک جای رسمگیری میکنیم رجا بازم رو بعد از آن دوام میکنیم مرحمت ey yar, dil dar, dil, dilim
یادش سهرانم میبارم میشم نبینم او را اگر نبینم روشا اگر سر دورشم میشم جوره جون جگی جگی مردم برد بگی جوره جون جگی جگی مردم برد بگی جوره جون جگی جگی مردم برد بگی یک عزیزان مریم خالا را در روز زادروزشان از نام فرزندان از نام کلید پاشا و نبیره ها تبریک کردیم. همراه شمایان به هم دیدیم. با ما باشید، با شبکه شهنان سلامت باشید. در روزهای بهترین شما ما در خدمت هستیم و همیشه خود را احتیاط کنید. در پناه خداوند باشید.